وقت بخیر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید در جمع آوری عواید سهلنگاری قابل قبول نیست. گفته است رئیس جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داده است که از تمام ادارات مقروض دولتی و غیر دولتی مالیه اخذ نمایند. ترکیه 13 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. وزارت خارجه میگوید ترکیه تعهد سپرده که این پول را به نیروهای امنیتی افغان طی 5 سال آینده خواهد سپرد. در سال جاری 80 تن عسل در ولایت تخار تولید شده است. وزارت زراعت میگوید در این ولایت 400 فارم زنبور عسل فعالیت میکند که 9000 صندوق زنبور عسل دارد. مقامات میگویند شمس الله اچکزی قماندان پلیس محلی ولسوالی ژیره کندهار از سوی یک مهاجم نفوذی شهید شد. این مقامات می‌افزایند که آقای اچکزی از قماندانان نزدیک به ژنرال لازق بود. و در 24 ساعت گذشته 321 واقعه جدید ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است و 11 تن از اثر این ویروس جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید شمار واقعات مثبت کرونا در افغانستان به 49273 تن افزایش یافته است.